این کنفرانس چی ویژگی و چی اهمیتی برای افغانستان داشته میتواند؟ تشکر از شما و سلام میفرستم به تمام بینندگان شنوندگان کشور عزیز، برادر همزبان ما تاجیکستان عزیز، و تشکر میکنم از مردم تاجیکستان و از حکومت تاجیکستان بابت همکاری‌هایی که همیشه داشتن با مردم برادرشان افغانستان، خصوصا کسایی که با اینا همسویی دارن، هم فرهنگ دارن هستن، هم زبان هستن. کنفرانس کنونی که به نام کنفرانس امنیتی هرات از گذشته نامگذاری شده بود و تسلسل از جلسات است، در شرایط برگزار شد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان است و در شهر دوشنبه که از جهات مختلف به افغانستان نزدیکی داره، لحاظ فرهنگی، لحاظ جغرافیایی، از لحاظ تاریخی، به این اساسی اهمیت داره که او کنفرانس در اینجا دایر شده و زمان دایر شده که وضعیت در منطقه متاسفانه دوچار یک تحول است، دوچار یک دگرگونی است، دوچار یک نگرانی، تشویش است که چی میشه. او طرف جنگ اوکراین و روسیه است، این طرف هم آمدن طالبان و تروریستا و قاچاقبرای مواد مخدر و کسایی که میخوان امنیت منطقه را مختل بسازن، مغشوش بسازن. در این تو یک شرایط این کنفرانس بسیار اهمیت داره که از یک طرف که اینا در افغانستان چگونه حاکم شدن و چرا حاکم شدن، کی اینا را آورد و این که حال خطرات بعدی از چی می باشه و اینا کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چگونه باید آمادگی برای مقابله با این تهدیدات داشته باشه. مثل که آقای فرهاد سلیم معاون وزارت خارجه فرمودن که تاجیکستان نگرانی‌های امنیتی داره از بابت جابجایی تروریست‌ها در اون طرف، از بابت مواد مخدر داره، از بابت قاچاقچی‌ها داره. به این دلیل در این شرایط اهمیت بسیار ویژه داره. ما می‌خواهیم که یک همسویی منطقه‌ای به وجود بیاید. درست است. در همین حاشیه‌ای که ما می‌بینیم این کنفرانس دقیقاً از یک سال و چند ماه پس از به سر قدرت آمدن طالبان برگزار می‌شود و ترکیبی اگر اشتراک کنندگان رو به نظر بگیریم دیده می‌شود از دولت‌های گوناگون، از سازمان‌های گوناگون، حتی از طالبان هم دعوت شدگی بود و با یک دلگرمی آمده اشتراک کردن، سخنرانی کردن. همین خود بازگوی چی هست؟ این بازگوی ازی است که تهدیدی که فعلا در افغانستان وجود داره، هم مسئله تروریسم و دهشت افغانی و هم مسئله مواد مخدر، این تهدید تنها منحصر به افغانستان نیست، تنها به افغانستان نیست، این به کل منطقه ارتباط داره و به جهان ارتباط داره. به همین دلیل است که امروز از 20-25 کشور نماینده ها و هیئت‌هاش آمده و در این بحث‌های امنیتی شرکت میکنن، چون اما اول خو از لحاظ انسانی وقتی که یک درد و غم به یک انسان یک گوشه میرسه، چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اگه یک حالت بد به تاجیکستان بیاید، ازبکستان هم اسم میکنه، قرقیزستان هم اسم میکنه، روسیه هم اسم میکنه. اینا از جهت دیگه تهدید و خطری که فعلا در افغانستان است، این تنها به افغانستان مربوط نمیشه، این به کل منطقه ارتباط میگیره و کل دنیا ارتباط میگیره و طالب تنها مسئول داخل افغانستان نیست. یعنی این که خلاصه کردن ممکن است که بعد از اون که جامعه جهانی، قدرت‌های چه همسایه افغانستان، چه قدرت‌های جهانی شناختن ماهیت طالبه، اکنون در تلاش آنند که اجماع نظر بله، متاسفانه که جامعه جهانی بازی‌های چندگانه کردن، بازی‌های دو پهلو کردن. مثل تاجیکستان یک بازی، یک سیاست واحد، موقف خوب نداشتن. یا گاهی طالب حمایت کردن، گاهی طالب مستقیم و غیر مستقیم به سر قدرت آوردن، تقویت کردن. به این دلیل اول به این باور شدن که طالب تغییر نکرد. طالب امو چیزی بود، امو هست، از او که سخت‌تر شده. به این دلیل آمدن چاراندیشی میکنن که چی شود. حالا میخوان مشورت کنن، دیدگاه را بگیرن، نظریات را بگیرن که چی شود. و این معنا که حال جامعه جهانی و منطقه به این باور رسیده که در برابر طالب باید یک موقف واحد منطقوی گرفته شود، واحد بین الخلقی گرفته شود، تا ای که خطر طالبا و خطر تروریست‌ها از منطقه رفع شد. یعنی بیشتر از خود یک حس انسانی و دلسوزی به مردم افغانستان و کشور افغانستان داشتن، قدرت‌ها بیشتر نگران منافع خود هستند. بله، بیشتر نگران منافع خود هستند
و هرچی اینا در گذشته هم انجام دادن به خاطر منافع خود بود و حال هم یک کار میکنن به خاطر دفاع از خودشان است و این یک امر روشن و واضح است. خب در همین راستا شما موقع تاجیکستان را چگونه توصیف میکنید که ما داریم از سالهای سال؟ تاجیکستان موقف بسیار خوب داره، موقف روشن داره، موقف واقع بینانه داره، موقف عدالت محورانه داره و ما امیدوار هستیم که سایر کشورها هم بتوانند این موقف از این سیاست تاجیکستان پیروی بکنند.